و آن حضرت صلی الله علیه وسلم خیلی اهمیت قائل بودن به تعلیم زنان. هر حاکم و حکومت که به تعلیم زنان برنامه‌ریزی داشته نباشه یا به تعلیم ملتش، به تعلیم بچه ها، جوانان، نوجوانان، او برنامهش میشه توی دنیا ناقص. و آن حضرت خیلی توجه داشتن به تعلیم همه امت، به تعلیم مردان، به تعلیم زنان خیلی توجه داشتن. در مدینه منوره در مسجد النبی یک دروازه اختصاصی برای زنان بود، باب النساء بود. زنان به نماز جمعه پشت سر آن حضرت می آمدن، اقتدا می کردن، گرچه نماز جمعه بر زنان فرض نیست، بر مردان فرضه. این تخفیف برای زنانه، ولی اگر بیایم به نماز جمعه ثوابی را که مردان می برن الله تعالی به اونها عنایت می کنه. زنان می آمدن، باب النساء برای اونها باز بود که با تسهیلات بیشتر، با راحتی بیشتر بیاین و برن و نمازشون برگزار کنند. در نمازهای مختلف یومیه زنها مشارکت داشتن. نماز صبح می آمدن، نمازهای دیگه می آمدن و نماز عید حضرت تاکید کرده بود. احادیث در تمام سیها موجودن که حضرت حتی دختران فرمودن بیا شرکت کنن. زنهای محجبه هم که از خدمت آزادن بیا شرکت کنن و جمع قابل ملاحظه از زنان مدینه در نماز عید شرکت میکرد. و در یکی از عیدها آمده که حضرت وقت خطبه دادن احساس کردن که خطبه آن حضرت به زنان نرسیده. روایت بخاری، روایت دیگه حدیثه که حضرت بعد از نماز آمدن و در کنار جمعیت زنان ایستادن. بلال همراه بود رضی الله تعالی عنه و آن حضرت برای زنان صحبت کردن. دوست داشتن که برای زنان صحبت کنن، زنان تعلیم بدن. آن حضرت به زنان صحبت کردن و یکی از مسائلی که زنان تشویق کرده اینه که از اموالشون در راه الله صدقه کنن، به فقرا و مساکین کمک کنن و چنانچه زنان همین کارا کردن. زنان درخواست کردن که یا رسول الله مردان غلبه کردن بر ما و دور بر شما را چنان گرفتن که دیگه ما نمیتوانیم که نزدیک بیاییم و شما یک روزی برای ما اختصاص بدید که ما بیاییم به حضورتون و مستقیما سخنان شما را باشیم. جلسه اختصاصی برای ما بگذار. حضرت قبول کردن، جلسه اختصاصی گذاشت و آمدن اونجا و صحبت کردن و زنان سوال کردن حضرت و لازم توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به تعلیم زنان و علم و دانش برای همه، برای زن بود، برای مرد بود و توجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به تعلیم زنان و مردان بود.